در میانه دوران جنگ‌های صلیبی، سرزمین شام زیر صدای طبل‌های نبرد می‌لرزید. صلاح الدین ایوبی، سلطان خردمند و جنگاور، بر تپه‌ای مشرف بر دشت ایستاده بود و سپاهش را نظاره می‌کرد. در دوردست پرچم‌های سرخ و زرین صلیبیون دیده می‌شد و در میان آنها شیر طلایی که نشان ریچارد شیردل، پادشاه شجاع انگلستان بود. هر دو فرمانده می‌دانستند که زمان رویارویی بزرگ نزدیک است، اما در قلبشان شاید امیدی پنهان به صلح وجود داشت. سفیددم دو لشکر در زیر خورشید سوزان با یکدیگر برخورد کردند. غبار دشت بالا رفت و صدای شمشیرها سراسر میدان را پر کرد. ریچارد با زره درخشان و شمشیر مشهورش در میان صفوف میتاخت و سربازانش را دلگرم میکرد. صلاح الدین بر اسب سیاهش با آرامشی شگفت‌انگیز تاکتیک‌های دقیق خود را هدایت می‌کرد. هیچ کدام حاضر نبودند عقب نشینی کنند. نبرد ساعت‌ها ادامه یافت تا سرانجام غروب هر دو سپاه خسته اما پابرجا از میدان فاصله گرفتند. در شبی آرام پس از روزهای سخت، فرستاده‌ای از طرف ریچارد وارد اردوگاه صلاح الدین شد. پیشنهاد پادشاه انگلیس ساده بود: ملاقات چهره به چهره. صلاح الدین پذیرفت. آن دو فرمانده بزرگ زیر آسمان پرستاره در چادری ساده روبروی هم نشستند. برخلاف میدان مردمانی خسته و زخمی چشم انتظار آرامش هستند. روز بعد ریچارد هنگام بازگشت از خط مقدم دچار تب شدید شد. وقتی خبر به صلاح الدین رسید، داروهای گرانبها و پزشک مخصوصش را برای درمان دشمن فرستاد. سربازان صلیبی با شگفتی می‌دیدند که چگونه سلحشور مسلمان به پادشاه مسیحی کمک می‌کند. ریچارد نیز با سپاس فراوان هدیه‌ای ارزشمند برای سلطان فرستاد: شمشیری نفیس با نماد شیر. میان آنان در دل جنگ بذری از دوستی جوانه زده بود. پس از ماه‌ها نبرد و گفتگو دو فرمانده به توافق رسیدند. پیمان صلح امضا شد و راه زیارت زاهران مسیحی بدون جنگ آزاد گشت. سپاه ریچارد به سرزمین خود بازگشت و صلاح الدین نظم را در سرزمینش برقرار ساخت. هر دو می‌دانستند که تاریخ از آن روز به یاد خواهد داشت که دو جنگاور بزرگ فراتر از شمشیر راه احترام و خرد را برگزیدند.